نه داداش این بار دیگه فرق داره. این سری رفتیم برنامه غذایی گرفتیم. آره بابا این سری مربی کارو در آورده. کلا این دیگه چیه؟ اینا کجا بودی؟ داداش این چیپس وینیتو از سوپرمارکت گرفتم خیلی کرده. ببینیم چه مزه‌ای اینا. شما دو تا مگه رژیم نبودین؟ نه چالو یکی دو تا دونه که اشکالی نداره که. بابا اصلا یکی دو تا در روز کاری نمی‌کنه. میگم والا. علی راستی برو بغل این رستوران من یه غذا بگیرم ببرم خونه بخورم. چه ببری خونه؟ بیار همینجا بشین با هم می‌خوریم. راست میگی دیگه. شما دو تا مگه رژیم نیستی چجوری می‌خواید بخورید؟ داداش مربیمون گفته داده 4 5 قاشق تو روز اشکالی نداره اینا. من با خودم قاشقم هم آوردم. این قاشقه؟ آره دیگه کم می‌خوریم دیگه. آره بابا اوکی فقط داری میگیری نوشابه زردم بگیر. زرد من که زرد دوست ندارم. عیب نداره ما دوست داریم. یعنی میخواد کرنش نوشابه هم بخورید؟ بابا مگه رژیم نبودید؟ نوشابه کلی قند داره. نه بابا مربی گفته در حد لیوان در روز اوکی اینا من لیوان آوردم. کم می‌خوریم دیگه. من برم بگیرم بیام. برو بیا. مراقب باش. بچه قبل قضیه تبندی می‌کنیم یکم کاکائو بخوری من ضعف کردم. فقط واسه رژیمم ضرر نداره. بجاری نصف کاکائو که به جای نمیرسه بیا. ای بابا یه نصف این رژیمم دهن ما رو سرویس کرده. خیلی سخته.